خود قهرمانی فعلی ایتالیا باشد این تابستان زیاد میخواست که برای عوض آوردن نفری دستانی من سیتی کوین دی بروینه خود نیمار را دیگر باره به اروپا بیارد، ولی شوره دیدیم نیمار را به اروپا نآورد، ولی برای آن آورد که با آوردن این ستاره برزیلی به تیم موازنه مالیوی سر گرفتن معاش بازیگران در دسته ویران میشد. زیرا نیمار هرچند که سرجراحت و بزرگسال هم باشد، او را با 1 تنگه و 2 تنگه معاش در دل خود دسته گریب کردن نمی شود. او طلبات خاصه خود را دارد و در دل خود تیم باید که در تمرین ها دیر کند، حتما جراحت بگیرد و از شب نشینی ها و جشن روزی تولد خویشاوندان در حیاتش دیر نکند. همچنین چطوری گفتیم با آمدن نی به ناپولی گپ و چپ سر معاش بسیاری برزیلی زیاد میشد و از جانب دیگر عوض شوی احتمالی تاکتیک بازی هم میتوانست به میان آید. خلاص که راهبریت ناپولی با آوردن نیمار و آوردن کوین به نظرم قرار درست هم برآورد، زیرا نیاپولیتانی ها را عین حال مهم دفاع قهرمانی است، نه دفاع کردن از نفران خود پسند و شب نشینگردی در جامعه فوتبالی است.